سلام، من هانیل هستم و به روز لایف خوش اومدین. اینجا ولاگ روزانه داریم. خوشحال میشم کنارمون بمونی و با ما همراه باشی. اگر سوالی یا پیشنهادی دارین میتونین تو کامنت ها و یا دایرکت این اینستاگرام ازم بپرسین. این داستان قمار کمدین معروف ای جین هو. من خیلی بازیشو دوست داشتم. یعنی به شدت طرفدارش بودم. به شدت. متاسفم واقعا واسش. در 15 اکتبر 2024 صنعت سرگرمی کره از حادثه قمار غیرقانونی کمدین ای جین هو شوکه شد که به فارسی میشه لی جین هو. از اونجایی که به قمار اینترنتی غیرقانونی معتاد شده بود، در نهایت با بدهی 2,300,000,000 وون مواجه شد. به قول یکی از دوستان اگه کل کره رو میخرید اینقدر نمیشد. و همچنین گفته شده که تعداد قربانیان مالی مربوط به این موضوع در حال افزایشه و این اتفاق به یه موضوع بزرگ تبدیل شد. بماند که کره کلا عاشق حاشیه سازی و خبرهای خیلی داغ و اینجور چیزا، توی حالت طبیعی هم یه خبر بشنون از کاه کو میسازن. حالا این بماند توی روز روشن و آشکارا این کارو کرده. بدبخت دیگه تموم شد، دیگه زندگیش کامل تموم شد، یعنی با خاک مساوی شد. لی جین هو در سال 2020 زمانی که شروع به بازی در یک سایت غیرقانونی قمار اینترنتی کرد که به طور اتفاقی باش روبرو شد، شروع کرد به قمار کردن و بعدش میاد برای اینکه ضررهای قمارش رو جبران کنه شروع میکنه به قرض گرفتن. بعد فکر کنه یک کمدین معروف بیاد مثلا درخواست کنه از یه نفر، خب طرف 100% به خاطر معروف بودنش خب نه بهش نمیگه. و از طرفی مشخص شدش که بیش از 1,300,000,000 وون از یه شرکت خصوصی گرفته. از اونجایی که نماینده شرکت هم مثل اینکه یکی از فناش بوده و خیلی هم ارادت خاصی به این بنده خدا داشته، بدون اینکه هیچ وثیقه‌ای ازش بگیره توی یه سپرده کوتاه مدت این مبلغ پول رو بهش میسپاره. بعد ایجونشی هم قول میده که اوکی من سریعتر مثلا پول رو بهتون برمیگردونم و از اینجور حرفا، و حتی بیش از 1 سال هم نتونست این مبلغ رو برگردونه. رئیس اون شرکته هی حالا بهش تماس میگرفت و از اینجور حرفا. اونم تو 1-2 بار تماس اخیر بهش گفته بابا من که پولتو نمیخورم، بهت میدم، اینقدر گدابازی در نیار. و همچنین از چندین سلبریتی هم از جمله جیمین BTS و 2 تا از همکارای کمدینش ایسوگین و هسانگ اون و یانگ تاک با قرض دادن به لی جین هو آسیب مالی دیدن. به نظر میرسه افراد مختلفی از جمله مدیران صدا و سیما، نویسندگان و مدیران اجرایی نیز متحمل آسیب شدن. از طرفی هم تایید شده که جیمین BTS اومده 100,000,000 وون به لی جین هو قرض داده، اما لی جین هو اومده اینو توی قمار غیرقانونی ازش استفاده کرد. و همچنین آژانس BTS هم اذعان کرده که خسارت مالی واقعی هستش و اعلام کرده این پول هنوز برگردونده نشده. و همینطور ای سوگین و هسانگ اون در چندین برنامه با ای جین هو با همدیگه ظاهر شدن و این افراد هم صدمات مالی بالغ بر 10,000,000 وون متحمل شدن. و گفته میشه که ای سوگین سعی میکنه پول خودش رو از ای جین هو بگیره، اما ای جین هو بهش میگه که اگه پول تو از دست دادی رفیق تو از دست نده. گفتن که ایسوگین هم در افق محو شده. بعد این ماجراها ایجینو میاد اعتراف میکنه و توی صفحه اجتماعی خودش عذرخواهی میکنه. داستان حالا زندگیش رو تعریف میکنه، میگه که از سال 2020 اتفاقی گیر این قمار غیرقانونی افتاده و در نهایت حالا قرضای کلان گرفته و متعهد میشه که با تلاش‌های خودش دوباره همه این بدهی‌ها رو پس میده. گزارش شده که لی جین هو تمام دارایی خودش رو واگذار کرده و در یه دفتر خیلی کوچولو
در کیانگی-دو داره زندگی میکنه. لی جین هو در حال حاضر توسط پلیس تحت بازجویی قرار داره و اعلام کرده که مسئولیت قمار غیرقانونی که مرتکب شده رو به عهده میگیره و گفته شده که هر ماه حالا به طور متوسط میاد یه مبلغی رو برمیگردونه و اینکه بخواد تمام مبلغ رو برگردونه زمان زیادی میبره. برنامه سرگرمی GTBC که درش حضور داشت لغو شده، کلا نمیتونه دیگه حضور پیدا کنه. یه سری از برنامه هایی که شرکت کرده و قراره توی نتفلیکس هم پخش بشه، یه جایی که حضور داشته رو همه رو گرفتن سانسور کردن، حذفش کردن و همچنین از سمت سفیر روابط عمومی هم برکنار شده. این ماجرا باعث ناامیدی شدید صنعت سرگرمی و طرفداران نسبت به این کمدین مشهور شده. مشخص نیستش که لی جین هو حالا دوباره میتونه اعتماد عمومی رو در آینده به دست بیاره یا نه. این حادثه قمار قانونی لی جین هو فقط یه مشکل شخصی نیست، بلکه یک مسئله اعتماد در سراسر صنعت سرگرمی هستش. یکی میاد میگه که اوکی من طرفدار سرسخت این بازیگر، این کمدین یا فلان آیدول هستم. حالا این فرد سلبریتی میاد اشتباهی میکنه و گن میزنه تو باور همه طرفدارانش. علاوه بر این حالا میاد آسیب مالی که به نزدیکان خودش وارد میکنه و چهره بدی از خودش به جا میذاره. گفته شده که این مسئله قمار غیر قانونی یک لذت و وسوسه موقتیه که میتونه براتون خیلی گرون تموم بشه. فکر کن طرف چندین سال کار کرده، خاک صحنه خورده، کلی تلاش کرده، این همه محبوبیت کسب کرده، یهو با یه حرکت، البته یهو هم نیست، از 4 سال پیش شروع کرده دیگه، توی آن همه چیزشو از دست داد. متاسفانه کره‌ای‌ها خیلی قمار دوست دارن، خیلی شرط بندی دوست دارن. اکثر مردمانش چه حالا افراد مجرد باشه چه حالا متأهل باشه اکثرا شرط بندی انجام میدن. اصلا کسایی که زیادی ریسک نمیکنن یه مبلغای کوچولو کوچولو هی شرط بندی میکنن و هی میبازن که به چشم نمیاد براشون. خب امیدوارم که این بخش هم براتون مفید واقع شده باشه. اگر سوالی یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم که بپرسین. ممنونتونم، خیلی دوستتون دارم. تا بعد.